درود با شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه‌ها. ما ایده از سلسله برنامه‌های فرهنگ معاصر را در ردیف جشن‌های ملی و مردمی تخصیص دادیم و همه ساله در اطراف این جشن‌ها ما صحبت اختصاصی تخصیص میدیم و حالا که در عرفه یکی از جشن‌های بزرگی ملی و ماندگار تاریخی صده قرار داریم، خواستیم یک صحبت در اطراف جشن صده داشته باشیم. از این لحاظ عنوانی برنامه امروز را گذاشتیم صده، جشن خوشحالی و همبستگی. واقعا اگر به عمق تمام جشن‌های سنتی ما نظر افکنیم، عمق معنی و محتوای اینها را انسان، خوشحالی، خوشزیستن و ارزش بلند زندگی تأسیس می‌دهد. و هنوز 40 روز قبل ما یک برنامه هم داشتیم با عنوان جشن شب یلدا و آن جشن که اصلا در ابتدای ماه دی صورت گرفته بود و حالا در آستانه یعنی ابتدای ماه بهمن قرار داریم که 40 روز از آن زمان سپری گردید و جشن صده در میکوبد. و اصلا جشن صده چی جشنی است و این جشن چی خصوصیت‌های خاصی دارد، چی مراسمات و عنعنه‌هایی دارد. برای پهلوهای این را روشن کردن ما به استودیو کارشناس مسائل فرهنگی و فلسفی ناظم نورزاده را دعوت آراستیم و من ایشان را خیر مقدم میگویم که این دعوت ما را پذیرفتند و به استودیو تشریف آوردند. خب نورزاد گرامی، ما از اونجا شروع میکنیم که واقعا جشن صده در همبستگی با جشن‌های دیگر سنتی چی جایگاهی دارد و این جشن معنی، محتوا و خصوصیت‌های خاصش از چی عبارت است؟ تشکر زیاد. قبل از اون که به صحبت شروع کنیم، جشن صده رو چون که گفتید در میکوبد به تمام مردم شریف تاجیکستان و به تمام مردم حوزه فارسی زبان تبریک و تهنیت میگویم، شادباش میگویم و آرزو میکنیم که پیام آورنده صده همون آفتاب است و نور است و روشنایی است و 40مین روز از روز تولد آفتاب خورشید مهر است. اون زندگی ما مثل آفتاب و خورشید بردوام باشد، طولانی باشد، نورانی باشد و حسد و بخل و کینه و ناتوان بینی و اینا از زندگی ما کناره بگیرند و ملت ما به عنوان یک ملت شرفمند قدیمه در شرایط امروزی حساسیت های زمانی و مکانی تواند خودش را با همون نور مصفای صدوی، نور مصفای یلدایی و نور مصفای نوروزی و تیرگانی و مهربانی خودش را از نو سازد. چون که هدف جشن‌های ما نوسازی هستند. قبل از همه جشن‌هایی که ما داریم، جشن‌های موسمیشو میگویم، جشن‌های تقویمی میگویم، جشن‌های فرهنگی و سنتی میگویم، جشن‌های ملی و مهنی و مردمی میگویم، همه اینها در یک نقطه متمرکز میشوند، تمرکز پیدا میکنند و اون نقطه محوری، نقطه اساسی و نقطه دایروی اونها محبت و دوستی و صلح و صفا و وحدت و همدیگر فهمی و خودسازی و هویت سازی است. یعنی ملتی که خودش نمی سازد، اون ملت نمیتواند باقی ماند، بردوام ماند. البته میماند، از نظر جسمی و بدنی و فیزیولوژی زنده میماند، لیکن از نظر روحی و روانی و فکری و معنوی اون نمیتواند خودش نشان دهد، به جامعه نشان دهد و به طور بایسته و شایسته زندگی کرده تواند. این است که او جشن‌های ملی ما هم از جمله جشن صده ما هم در برابر آن که جشن‌های موسمی هستند، جشن‌های تقویمی هستند، وسیله و یا که ابزار خوشحالی و همبستگی انسان هستند، باز در نوبت این در برابر این وسیله خودسازی ملتی ما هستند، وسیله خودافروزی ملتی ما هستند. و اون یک مراسمی آتش افروزی که در جشن صده است، نامش صده سوزی است. سر اون مالی تمرکز میکنیم، صحبت میکنیم. همه اینها آتش شما خوب میدونید که رمز بالندگی انسان است، رمز پرواز انسان است، رمز پاکی و نظافت انسان است، رمز خودسازی انسان است. بنابراین در همین جشن صده یک بیتی مشهور است که به هنگام جشن صده چون چند
مکن تو برافروز آتش بلند. آتش یعنی شعله عقل و ذکاوت و فطرت و معنویت انسانی را بالا برداشتن در کار، خودسازی کردن در کار، خودافروزی کردن در کار و با این خودسازی و خودافروزی ملت را خودکفا باید کرد تا تواند که نه تنها خودش را سازد بلکه به دیگران هم کمک کند و مردم دور و برش هم کمک کند و انا همین جشن ها که همه را به هم میخوانند، همه این مردم را وابسته از تعلقات مذهبی و دینی و سیاسی و رنگی و خونی و پوستی و ملی همه را به خود میخوانند، وسیله کمک رساندن به یکدیگر در خوشحالی و خوشروزی و پیروزی بودن. این وسیله است، این ابزارها هستند. اینا برای همین این جشن ساخته شدن، پیراسته شدن و پرداخته شدن که مردم را به هم بیارن، مردم را از اون مفکوره های ضررناکی که انسان را از درون خراب و تخریب میکند و به مقابل هم میگذارد، از اون وباها، از اون اپیدمی ها نجات بخشد و سر یک نکته، سر نکته برزیستی بیاورد، سر نکته خودکفایی بیاورد، سر نکته دوستی و رفاقت بیاورد، سر نکته همسازی و همافروزی بیاورد، هم نوازی بیاورد. این است که جشن‌های ملی و جشن‌های میهنی و جشن‌های مردمی ما قدمت کلان بزرگ دارن، سابقه طولانی تاریخی دارن. مثلا حالا اگر زمان بندی هم کنیم، زمان بندی دقیق هم نیست که از کی پیدا شدن، اما آدمی که وقتی که خودش شناخت این جشن ها را با وجود آورد، یعنی وسیله خودسازی و خوشحالی و خودافروزیش ساخت، اسباب انجام همین گونه یک نوع تنظیمات زندگی رو مهیا ساخت و یکی از همون اسباب انجام سازی هاشو که در قالب یک جشن معروف ساخته شده جشن صده است. بله و واقعا ببینید در همین جشن‌های ما عموما هر کدام از اینها با عنصرهای از کائنات بنیادی جهان یک وابستگی دارند و همچنین اگر با میفولوژی آریایی نظر افکنیم، هر کدام این جشن‌ها یک پایه‌گذاری دارند و میخواستم که اینجا از همون سرچشمه‌های تاریخی یاد میکردید که پایه‌گذار جشن صده کیست و عنصری همبسته به صده چیست؟ شما ببینید در همون 4 عنصری که شما گفتید، همون آب و باد، هوا و آتش، همه اینها هم با همون 4 جشن ما پیوستگی دارن. اون خاکش به نوروز ارتباط داره، یعنی همون 4 عنصر، اون ویش آبش به تیرگان ارتباط میگیرد، باد و هواش با مهرگان ارتباط میگیرد و نور و آفتابش و که آتشش با صده و یلدا ارتباط میگیرد. یعنی همون 4 عنصر به سلسله یا که سیکل جشنی ما به همون نوروز و تیرگان و مهرگان و یلدا و صده، این 5 گانه ما که در 4 عنصر منسجم شدن به همه اینها پیوند میتین و همین هم میگویند که جشن‌های در همون فهرستی طبقه بندی جشن‌های باستانی، اسطوروی و فصلی هستند. یکم شماره همین جشن‌ها، نوع‌های جشن‌ها. همین جشن‌های ما هم جشن‌های باستانی هستند، همشون نوروزم، تیرگانم، مهرگانم، یلدام، صده‌اند. هم باستانی هستند، هم اسطوروی هستند، هم فصلی هستند. یعنی گردشی سال یا که تقویم زندگی ما را نشان میدن با واسطه همین جشن‌ها که من همین فصل آمد، اینش آمد به دنبال یکدیگر، همین چرخش زندگی ما را، گردش زندگی ما را مشخص میکنن جشن‌های ما در بستگی با همون 4 عنصر حیاتی که سر اون صحبت کردیم. الان ببینید که همین صده اگر نوروز با جمشید ارتباط داشته باشد، مثلا مهرگان با فریدون ارتباط داشته باشد، این صده به هوشنگ، پادشاه پیشدادی ما، به هوشنگ، یعنی همه پادشاهایی که به این اون وسیله به جشن‌های ما ارتباط گرفتن، همشون پادشاه‌های سازنده بودن، پادشاه‌های اختراعکار بودن. جمشید هم اختراع کرد. بله. فریدون هم ضحاک شکست داد. یعنی یک قدرتی که طی 1000 سال مردم رو در حالت جبر و ظلم و ناامنی و بی‌ثباتی و غم و اندوه و مرگ و بیماری و درد و رنج نگاه داشت، اون نجات داد و همین جشن مهرگان به مناسبت همین پیروزی
آورده شد و اون تدارکات و مراسماتی که بعداً ساخته شده و پرداخته شده و در جشن یعنی مراسم اجرایی اونا تأمین کرد، اونش بعد پیدا شد. یعنی مغز یا که ماهیت یا که هسته و یادروی این جشن همون پیروزی است، پیروزی بر ظلم و ضلالت ضحاکی که فریدون رو انجام داد. و در این جشن ما در یلدا یادتون باشه صحبت کردیم که روزی تولد خورشید است، آفتاب است، مهر است. اکنون این صده که آمد 40مین روزی تولد خورشید مردم جشن میگرفتن و آمدنش شکر میکردن که آمد و گرمی میدرآید، مردم باز آمادگی میگرفتن برای زندگی فصل دیگر، یعنی این فصل سردی هست و همون کلمه صده هم معنای پیدا شدن و ظاهر شدن ندارد، ظهور کردن و پیدا شدن و به وجود آمدن و برآمدن ندارد. از اون مثلا بحثایی که زیاد شده است که از 100 گرفتهش از شماره 100 دانشمندان با این عقیده‌اند که حتی در مثلا بیرونی هم همین اندیشه هست، اندیشه که آوردنش به هر حال مردم ما همین 100 عادت کرده است، لیکن او 100 به همون سفیدی و ظاهر شوی و برآمدن ظهور ارتباط میگیرد. میشد که خوب البته اینجا از نظر اتیمولوژی خوب دقیقاً زبانشناسا باید روی این کار و بردن اینم مشخص کردن و فکر میکنم که همین صده یعنی صد گذاشتن در برابر خنکی، تاریکی، سردی، شاید این معنی هم نه این معنی میتوان که معنی ایلوگی کرد، ایلوگی از خودمان بافیم، چون که همه این جشن ها رو با این اون وسیله مراسمات مثلا زیب و رنگی گوناگون میبخشند و این زیب و رنگ ها طول عصرها دوام کردن تا زمانی ما هم آماده رسیدن و هر زمانی که جشن ها پیدا میشوند مردم ما که البته خصوصیت نوی دارن، نوگانی دارن، یک چیز ایلاوه میکنن و اون ایلاوه ها ادامه دارن تا زمانی ما هم ادامه دارن و زمانی ما هم باید ایلاوه هایی داشته باشد که این جشن باز رنگ نبای تازه بگیرد و تا زمان های دیگر برود بردوام باشد. اکنون سری اون که صد در فرهنگ ما گرمی و نور همیشه مهم بوده است، یعنی چیزی جوهری بوده است، اساس بوده است، عنصر اساسی و اصلی و ماهیتی و پرینسیپیالی و اصولی در فرهنگ ما همین گرمی هست و مبارزه گرمی با سردی هست. در فرهنگ ما، در حوزه فرهنگی ما 7 ماه زمستان بوده است، همگی 5 ماه گرمی بوده، سردی و گرمی. یعنی این نوع مبارزه شما تصور کنید همون برای جشن نوروز یخبندانی که در تاریخ هست، یخبندان سختی میشه که قشاقی میارد، مردم گرسنه میمونند، مردم میمیرند بسیار از خنکی و از قحطی و از گرسنگی. بعد که نوروز میادن جشن میگیرن، یعنی همون نقش گرمی و نقش آفتاب و نقش نور و نقش مهر و نقش اون مترویسم یا مهر پرستی که در فرهنگ ما عصر 4000 سال پیش یا که 5000 سال پیش یا که 10000 سال پیش بافتن، معنای اون را داره که ما همیشه با همین فرهنگ گرمی، با گرمی و با نور و با ضیا و با اینا با عرصه تمدن، با روشنایی با عرصه تمدن وارد گردیم. یعنی ما سردی را انتقاد میکنیم لیکن رد نمیکنیم، تردید نمیکنیم، انکار نمیکنیم. یعنی سردی هم مهم است، چون که سردی نباشه ما نمیفهمیم مهر چی است. همون دوالیسمی که تاریخاً از قدیمترین زمانها آمده به زردشتی، آمده در زربانی، آمده در دین‌های دیگر هم پیدا شد. همون دوالیسم یا دوگرایی و ثنویت ما همین که همین دو قوه، مبارزه دو قوه، روشنایی و تاریکی، نیکی و بدی، زندگی و مرگ، همه اینها یعنی همین دو جوهرها، شناخت همین دو جوهرها است که همین دو جوهر اساس و ماهیت زندگی ما در این عرصه وجود است. یعنی اینا نباشن نمیشه، لیکن ما به همین مهر و به گرمی و به روشنایی اعتماد کردیم، یعنی دوست داشتیم همین که این وسیله گرمی و وسیله انرژی است، استحصال انرژی است. خب ببینید همینجا اگر با واقعیت هم نظر افکنیم، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. اگر ماهیت خودی وجود رو گیریم، هر چی که مثلا در شکل زنده نمو میکند و یا وجود دارد، اگر همون مهر و محبت و صمیمیت و دوست داشتن و اراده و خود تکامل دهی نباشد و در جوهر همین ها گرمی قرار میگیرد، چون اگر گرمی نباشد رستن نیست، رستن نباشد زندگی نیست. پس
اینها که افادگر خود ماهیت زندگی هستند. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان سردی و بی‌شرمی است. مولانا میگه یعنی روشنی و گرمی این معنی اون ندارد که مثلا گرمی سردی را قبول ندارد، قبول دارد، لیکن ارج و ماهیت بر این میگذارد، بر این اصل میگذارد که این اصل گرمی نه تنها روشنی بلکه انرژی است، انرژی است که در فکر ما، در ماهیت ما، در وجود ما، در اصل ما ظهور میکند. یعنی این خیلی مهم است. یعنی این فلسفه است که در همه جشن‌های سلسله جشن‌های ما افاده یافته است، افاده عمیق یافته است. بنابراین همه جشن‌های ما ریشه فلسفی دارند، پیش از اون که ریشه مثلا اجتماعی داشته باشند، ریشه تقویمی داشته باشند، ریشه کیهانی داشته باشند، ریشه‌های دیگر کشاورزی و دیگر ریشه‌ها داشته باشند، ریشه عمیق فلسفی دارند. یعنی مردم ما اینها را فکر کرده، تحمل کرده، تأمل کرده، اندیشیده، ملاحظه کرده بافته است، ساخته است. این هم تو نبرآمد است، یعنی این آمد مثلا فصل ها میانم تا گردش میکنن، یعنی همه اینها خیلی دقیق، عمیق آموخته شدن، ملاحظه شدن، اندیشه شدن، سر اونها فکر کردن. مردم با اندیشه ما فکر کردن، اینا را بافتن و پرداختن که مثلا نه تنها این یک تقویم افاده میکند که موسم تغییر می‌یابند، میروند این جشن‌ها میآیند، مثلا آفتاب میآید این میشود، نوروز میشود، این مثلا تیرگون میشود، خب مهرگان میشود، یلدا میشود، صده میشود. همه اینها در برابر اون که مخصوصیت تقویمی و شناختی ما رو از طبیعت افاده میکنند، در برابر این یک نوع سدسازی ما رو از طریق عقل و خردمان در برابر این خطراتی که از مثلا جانب طبیعت و از اون مثلا به اصطلاح مصیبت‌ها و فاجعه‌ای که از طبیعت برمی‌آیند، از اون زمین لرزه‌ها و از اون مثلا آبخیزی‌ها و از اینو در برابر اینها قد علم کردن و سپر شدن است. افاده سپر و اعتماد ما در برابر این خطرها است که طبیعت که ما جزئی از اون هستیم، نه تنها ما رو میخورونه بلکه ما رو با ما خطر هم ایجاد میکنه. بنابراین در برابر اون خطرهاش ما باید وایستاده توانیم و قد علم کرده توانیم و مقاومت مبارزه کرده توانیم. یکی از همین راه‌های مبارزه ما انا همین جشن صده بود که درباره اسطوره‌اش سوال دادید. اسطوره هوشنگ بنیاد نهادن جشن صده در شاهنامه هست. در شاهنامه حدود 30 بیت اختصاص یافته است به همین جشن صده، با نام هم خیلی باب مخصوص است که بنیاد نهادن جشن صده. 30 بیت است. 15 بیت اولی درباره همین وجود همین جشن است که چگونه پیدا شد از نظر اسطوره‌ای و میفولوژی و افسانه‌ای ساخته شده است. البته لیکن ان همون اسطوره ها و میفولوژی ما بازگو کننده واقعیت فکری و عقلانی و محیط زیستی ما هست. یعنی اگر همون نوع اندیشه ما نمی‌داشتیم، او در چرخه اسطوره ما یا که میفولوژی ما پدید نمی آمد و ظهور نمی‌کرد. بنابراین خیلی مهم است که مثلا هوشنگ میآید اما فروغ پدید آمد از هر دو سنگ، دلی سنگ شد از فروغ آذرن، نشد مار کشته ولیکن زیراز که از طبع سنگ آتش آمد فراز. یعنی با همون برآمدن ما رو با پرتافتن سنگین به جرقه آتش به وجود میاد و کشف میشود، کشف شدن آتش. و از همونجا مثلا در 4 بیت بعدی سلسله 15 بیتی اولی در همونجا مراسمات صدره که شب آمد برافروخت آتش چکو، همان شاه در گردی او با گروه، یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صده نامی آن جشنی فرخنده کرد. ز هوشنگ ماند این صده یادگار، وسی باد چون او دیگر شهریار. با آباد کردن جهان شاد کرد، جهان بنیکی از او یاد کرد. یعنی 4 بیتی مرحله اول 15 بیتی درباره شکوه همین جشن آماده کردن همین جشن، به کوه رفت، آتش افروخت، بزم تشکیل کرد. همون بزم بزرگی که در جشن صده در گرد آتش افروزی میشود، آتش میافروزن و اون تشکیل میکنن، همون است که در بالای کوه میرود. شب آمد برافروخت آتش چو کوه، یعنی همین خیلی آتشی برافروخت مثل کوه علنگه زد برآمد، یعنی با همون بزرگی و برجستگی و شکوه عظمت مثل کوه آتش علنگه زد و در گردی او جمع شدن، بزم تشکیل کردن، نوع نوش تشکیل کردن، بزم و طرب تشکیل کردن و همین جشن میگه صدش نامش صده ماندن، یعنی ظاهر شدنی همین کشف آتش، یعنی آتش پیدا کردن.
این مثلا از اسطوره هوشنگ. بعد 15 بیت من بعدی سلسله 30 بیتی درباره کشفیات هایی در زمینه آتش کشفیات هایی که هوشنگ انجام داد و آهنگری و کشاورزی و کارریزی و نهالشینانی و درختشینانی و دامداری و اینا رو همش در اساس همین کشف آتش به وجود اومد. یعنی جشن صده هم با اختراع‌کاری و کشافی مردم ما بستگی دارد. یعنی فقط سنگ به سنگ زد و آتش پدید آمد نه، یعنی آتش پدید آمد، از آتش دیگر انواعی مثلا ساخت و ساز به وجود آورده شد و این ساخت و سازها همگی در حیات ما کمک کردن و انسان رو از یک مرحله تاریخی و مرحله دیگری تاریخی رشد و کمال رساندن. مثلا آهنگری پیدا شد، اسباب اسکونه آهنگری پیدا شد، درختشینانی و کارریزی پیدا شد، آبیاری ها پیدا شد، نهالشینانی ها پیدا شد. یعنی یک رسمی که ما داریم که در همین عرفه درختشینانی میکنیم، همون هم بازمانده از همون کشفیاتی است که در دایره اسطوره هوشنگ ساخته شده. خب ببینید همین البته اینجا بحث ما اصلا روی جشن صده است. وقتی اسطوره های مردمان کشورهای گوناگون میبینیم، اینها یک نوع چیزهای تخیلی و بافته دارند، اما وقتی به همین اسطوره نظر میافکنیم ما میبینیم که آتش را کسی نه آموزاند به ما، بلکه از برخوردی دو سنگ آتش آموختیم و در زمینه آتش آهنگری را هم کسی یاد نداد. یعنی یک چیزی ساکرالیه که قدسیه که از آسمان ها آمده باشه و انسان ها اون آموخته باشن نه. و خب شاید این سوال من با موضوع کمی دور می رویم، ولی ببینید که اینقدر مردم ما در اندیشه هم همین سلسله مراتب سببیت رعایت کردند و در زمینه یک چیز دیگر به وجود آمدن و تا اندازه بینش های واقعی در نسبت حوادث داشتند. شما بینید یک مفهوم داریم ما که در شاهنامه هم کلیدی بود و در اسطوره جمشید هم کلیدی است، در اسطوره فریدون هم کلیدی است، خرد است. بله. خرد نه تنها دانش است، نه تنها مجموعه دانش و بینش و جهان شناسی انسان است، بلکه قدرت و قابلیت شناسایی انسان است که نیک از بد و خیر از شری و روشنی از تاریکی جدا کنه. یعنی یک نوع قابلیتی هست که ظرفیت انسان است که اونم شناسایی کرده میتواند، نیک از بد جدا کرده میتواند، خیر از شر جدا کرده میتواند، روشنایی را از تاریکی جدا کرده میتواند. یعنی این قابلیتی هست که انسان دارد و برای به همون مرحله خرد رسیدن باید تلاش می‌ورزد. او خرد هم تو در مثلا در مغز انسان جای نمیگیرد. خرد این ظرفیتی است که انسان توسط تلاش‌های بردوام خود تا مردن شه این کار میکند. یعنی تا مردن شه زگهواره تا گور دانش بجوی که میگوین هم معناش هم است که یعنی دانش و خرد انسان محصول یک دوره زندگی او نیست، یک فاصله عمری زمانی او نیست که مثلا در جوانی و نورسی این زمانات تا میان سالی با آموزا در پیری مثلا راحت بگردد و استراحت کرد. نه، یعنی از زمان تولید تا زمان مرگ در همین فاصله زمانی طول عمر انسان باید که همیشه با همین ما جسم روی خودمان رو آب و تاب دهیم، به واسطه خرد، به واسطه دانش، به واسطه به کار انداختن ساختمان مغزی ما این کار انجام دهیم. و همین کارهایی که هم انجام گرفتن، همین سلسله جشن‌هایی که هم انجام گرفتن به واسطه همین مفکوره ما انجام می‌دهیم، به واسطه فکری ما، به واسطه مغزی ما، به واسطه دانش ما، به واسطه و بالاخره به واسطه خردی ما امکان پذیر کردن. و همین خرد است که انسان رو از حیوان جدا میکند، از دیگر مخلوقات جدا میکند. نه تنها جدا میکند و متمایز میشود، متفاوت میسازد، بلکه مقام میبخشد، بلکه خودکفا میسازد. همون مثلا اختراعاتی که در زمینه پیدا داشتن آتش هوشنگ کرد، مثلا این اسطوره است، لیکن اسطوره‌ای که با واقعیت گرایش دارد. اسطوره ها در خاطر باید گیریم که اسطوره ها همیشه با واقعیت های زندگی ما گره خوردن در طول تاریخ. بنابراین اینها ماندگارند. بنابراین همیشه وقتی که دولت سازی میکند یک ملت دولتش میسازد، پیش از همه اسباب اسکونه‌اش با واسطه اسطوره های قدیمش میسازد اول. یعنی یک طرح ساختمانی دولتش با واسطه میفولوژی خودش میسازد. و همون مثلا جهان پیشرفته غرب بینید در اساس اسطوره های یونان ساخته شده است،
در اساس اسطوره‌های سیاستی ریم ساخته شده است و همون کامیابی‌هایی که غرب دارد در مجموع همون فلسفه یونان است و سیاست روم است. همینطور است انا همونا همش استفاده شدن، یعنی در ساختمان دولت، در ساختمان مفکوره، در ساختمان ایدئولوژی، در ساختمان فرهنگ بالاخره انا همون اسطوره‌ها نقش دارن و نقش کلیدی هم دارن و همون اسطوره مثلا جمشید بگیریم که اسطوره هوشنگ بگیریم که با وجود آورنده جشن صده است، یعنی آتش کشف کرد و ما نشان داد که همین آتشی کشف کردیم نه تنها با ما نور و ضیا میارد بلکه وسیله ها و ابزارهای زیستی ما را مهیا میکند. آهنگری ما را با وجود میاد، مثلا با واسطه آهنگری که انکشاف یافت صدها نمودی دیگر کشفیات و اختراعات دیگر هم بر اساس این صورت گرفتن. خود جمشید هم کشاف 14 نوع اختراعات است. شما تصور کنید پادشاه‌های پیشدادی ما یا که پادشاه‌های اسطوره‌ای و نیمه اسطوره‌ای ما هم پیش از همه کشافان. اینا هم تو شاه نیستن، اینا خیرتمندن، با خیرت اختراعکار هستند. بله، اما خیرت دارن که همین کار کرده میتونن و برنامه‌های دیگری زندگی ما بر مبنای همین خیرت و عقل و دانش ما استوار شدن و همین جشن ما هم که امروز مثلا از 100,000 سال میگذرد لیکن باز از نو حکومت ما و دولت ما و رهبریت عالی کشور ما هم در پی زنده کردن این جشن ها هستند، در پی به واسطه این جشن ها به وجود آوردن افکار عمومی هستند که افکار عمومی ما باید بر مبنای همین جشن ها و آیین ها و سنت های دیرپا و دیرینی ما شکل بگیرن تا اینکه این ملت تواند که کاد یا که ویزیتی فرهنگی خودش نگاه دارد در این شرایطی حساس که همیشه تهدیدها به این جشن‌های ما هستند، به فرهنگی ما هست، به منتالیتی ما هست، به مغزی ما هست، به هسته ما هست، به یادروی ما هست. همیشه در برابر اینها اقدامات ضروری روی دست باید گرفت و این جشن صده از همون اقداماتی است که به واسطه همین ما نه تنها مردم رو از هر میگوید که مردم از هر ملت و آتش کده گردی هم می آورد جشن صده، یا که اون بیتی که اشاره کرده بودم در ابتدای صحبت که به هنگام جشن صده چون چند مکن تو برافروز آتش بلند، یعنی همه را دعوت میکنن که بیایید سر همین این آتش وسیله هست، این پیام هست، این ابزار هست، این اینسترومنتی به هم آورنده و به هم آیی مردم است که همه را میارد گرد میزی به اصطلاح مذاکرات میشیناند، در اونجا خوشحالی میکنن، بزم بازی میکنن، سرودگویی میکنن، افسانه خوانی میکنن، شعرخوانی میکنن، بزم میآورن و دیگر مثلا خوردن است، انواع گوناگونی خوراک هست که در همونجا صورت میگیرن، هم میخورن، هم مینوشن، هم بزم بازی میکنن، هم میشنون یکدیگر، هم دوستی و محبتشون رو پابرجا میکنن، هم اون عقده هایی که داشتن از دل مثل که مثلا در نوروز است میبرارن گردی انا همون خانی صدوی جمع یا گردی خانی صدوی گردی همون آتش افروزی جمع آمدن. خودش معنای هم است که به واسطه گرمی انرژی یا که انرژی نو میگیرن، انرژی نو باعث به وجود آمدن یا که تولید فکری نو است، دانشی نو است، عقل و فراستی نو است، فهمشی نو است، به اصطلاح عاطفتی نو است و در اساس انا همین کاتگوری اخلاقی که همیشه سازنده انسان هستند اینا میتوانند که مردم رو به هم بیارن، پیوند دهند و به آینده درخشان باورمند سازند، اعتماد به نفسشون را زیاد کنند. بله و تشکر زیاد، واقعا یک صحبت ماندگار و بسیار صمیمی، خاطرمان و از نظر علمی بسیار با دلیل ها آراسته بیان کردید و فکر میکنم که بیننده عزیز ما از این صحبت در بابت جشن صده به خود یک اندیشه نوین برداشت و همچنین در برابر تاریخ طولانی و ماندگاری که گذشته های ما داشتند و اینقدر دقیق نظر با عالم هستی بوده اند، از این هم یک برداشت دیگر به خود کشف کرد و بار دیگر از نام بیننده عزیزی شبکه تلویزیونی سفینه و شما اظهار سپاس میکنم و البته فکر میکنم که اطراف مسائل جشن‌های ملی و مردمی ما ساعت‌ها اگر حرف زنیم کم است. واقعا اینا جشن‌های فلسفی هستند
هم جنبه های هستی شناسی دارند، هم جنبه های معرفت شناسی دارند، هم جنبه های انسان شناسی دارند و هم جنبه های اجتماعی و کیهان شناسی دارند که واقعا اینا اگر همین طور گیریم یک جهانبینی و یک فلسفه واقعی مردم ما را تشکیل میدن و ما حتما در برنامه‌های دیگر شما را جهت بازتاب همین اندیشه های بنیادی که در این جشن ها هستند به استودیو دعوت خواهیم کرد و اطراف اینها صحبت خواهیم آورد و بار دیگر من به شما اظهار سپاس میکنم و بیننده عزیز من هم از جانب خودم همه شما عزیزان را به این جشن ماندگاری نیا جشن صدا خجست‌آباد میگویم و در سیمای شما تمام حوزه فرهنگی آریایی و فارسی زبانان جهان را خجست‌آباد و پیروز میگویم و امیدوار هستم که همیشه نور و ضیای و گرمی و روشنایی و خرد در خانه شما همیشه نور پاش باشد و زندگی شما پر از خرد، روز و روزگارتان با خرد همیشه همبسته باد و خرد یار و مددگار شما. پاینده باد تاجیکستان عزیز. بدرود تا درود دیگر.